گفت با عرض سلام و شب بخیر. گفت به نام او خداوندی که زمین و زمان خلق کرد، به نام او خداوندی که دریان وسط وا کرد، حضرت یوسف با او بچه ها گل از وسط او رد دایدن با کشتی. گفت به نام او خداوندی که لور آفرید، بعد لور هیتلر و صوفی لورن و هاردی و اینا را آفرید. به نام او خداوندی که اولین لورینه که آفرید خود 48 سال لذت برد. کل این داستانه که دارم عرض کنم خدمتون منظورم به کروناه. ای کرونا دارم بتگم به جان خومه، به جان خوته، به جان زینالو، به جان ندارم بچه گر اینونو اگه تا 10-15 روز جمع کردی و رفتی خوب به امید خدا. اگه جمع نکردی اگه گرفتمت بعدا گلایه نکنی بگی که آی ترابی من نفهمیدم به جون خومه و تو نگفتی و باید ببشکتی او چو دیگه بشکیدم به کار نیدا. پدری ازت درارم که نه کن دیگه وایسی به خود بگی گی خردم به خدا. آی ترابی گیت خردم او چو که دیگه رای بشکیدن و ندونم گذشته اینا نید. فقط خوام بهت بگم که جمع کن بزن به چاک تا از سوانی نابیدم و یه گیو گمت ندومه رو به امید خدا. اگر رفتی به امید خدا خب 12 ماه نگه داریم. اگر نرفتی چونو برد بلنگت کنم، یعنی خدا و وکیل با برد خیرد و خاک شیرت کنم من چونو زنم تا برنه به خود. هره بچه جون ارزی دیگه نرم همه تونو به خدا سپارم تا 7-8 روزیه کرونا خبر نید. اگر یه موقع کرونا سمت دورور شما چیه یه شماره تلفن یه آدرس یه چی به تا سریع خلاصه هیچی با فرغون آوادم با پر آجر و سنگ و برد و بلند یعنی ناکوت سکنم. خدا حافظ. مرمت زیاد گود مورنه یعنی شب بخیر. خدا حافظ.